مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه 12 مای سال 2022 خبر داد که یک ساکن 22 ساله کوچه دهاتی پایتخت را با اتهام مردم فریبی با روی تشکیل قماربازی یا به تعبیر مردم الیک ملیک در نزد بازار گنجینه به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرد. در گزارش گفته می شود که یک پدیده نامطلوب و غیر قانونی که بعضا در کوچه‌های پایتخت اساساً در نزد بازارها و مکان‌های جمعشوی آدمان به چشم می‌رسد، این از جانب بعضی افراد تشکیل قماربازی یا به اصطلاح مردم الیک ملیک میباشد. اخیراً در نتیجه پیشبرد رید و عملیات سنجشی یک نفر قمارباز که به روی فریب و جلب توجه شهروندان به این کردار غیر قانونی مشغول بود دستگیر و به ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه دسترس کرده شد. این نفر شهروند شریپوف آرزو سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه دهاتی می باشد که نام برده در کوچه نعمت قربویف نزدیک بازار گنجینه به این عمل مردم فریبی مشغول بوده است. وابسته به این حالت نسبت به آرزو شریپوف پروتکل مأموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز تعیین کرده شد.